هشدار، روانی‌ها در کمینن. مراقب باشید. گاهی وقتا فکر زیاد راجع به یه سری از مسائل که مهم و غیر مهمش هم خیلی اهمیتی نداره دیوونت میکنه و نمیذاره بخوابی. شاید بخوای این افکار رو کنترل کنی، اما انقدر قدرتمندن که انگار نه. قسمت دهم سریال آموزشی امنیت اختلالی، اختلال وسواس. وسواس یا OCD همیشه هم مربوط به تمیزی نیست. گاهی وقتا تکرار همین افکار بیهوده‌ای که استرس‌زا و اضطراب‌زا هستن میتونن نشون بدن که احتمالاً درگیر وسواس فکری عملکردی هستی. این افکار ناسالم گاهی وقتا انقدر قدرت پیدا میکنن که دچار احساس ناتوانی میشی و فکر میکنی هیچ کاری دیگه‌ای از دست بر نمیاد. اینجور افراد پارتنرشون رو دائم چک میکنن، سوالهای تکراری و مسخره میپرسن، همیشه نگران سلامتی خودشون، پارتنرشون و عزیزانشون هستن و با این کار بیشتر اذیتشون میکنن. یه جورایی میشه گفت دوستی خالق ارث داره. اگه روت نمیشه مستقیم بهش بگی، این پست رو براش بفرست تا بدونه چجوری داره اذیتت میکنه.